هم از ائمه ما، امام ما، پیشوای ما چه زنده است امام زمان و ما سرباز امام زمان هستیم. اینا صرف ادعا باید نباشد. وقتی که انسان ادعا میکند جامعه عمل بپوشد، نظرش به امام زمان باشد، از خدا بخواد که امام زمان را از غیبتش باقی غیبتش صرف نظر کنند. ما یک فرد امیدگاه داریم. امیدگاه ما امام زمانه، اونم در حال حیاته. این یکی از شاخصهای مذهب شیعه هست. مذاهب دیگر، چه ادیان باطله، چه فرق مسلمان هایی که امام زمان را معتقد نیستن، اینا امام ندارن. ما افتخار میکنیم امام ما یه امام حی است، امام زنده است. ای بسا داد ما میرسد، کما اینکه در بعض موارد بیچاره ها دادخواه خواستن، ایشون به داد رسیدن. اینکه بسا گفتم میشود امام را دیدیم، انسان امام را میبیند اما نمیشناسد. لذا ای بسا تمام مسلمان ها، اونایی که صدق نیت دارن، امام را دیدن اما نمیشناسن، نمیفهمن که اونایی که دیروز سلام کرده رد شده اون امام است. لذا امام ما حی است، امام ما دعاش مستجابه. ما اول به امام زمان را واسطه قرار بدیم، از خدا بخواهیم که ظهورش نزدیک کند و ایشون هم دعای امام زمان در حق ما مستجاب خواهد شد. لذا امام را واسطه قرار بدیم برای خداوند متعال. بهترین عبادت همینه.